این یک سوزن است که قرار است زمین را نابود کند. لحظه‌ای بعد سوزن لاستیک ماشین را سوراخ می‌کند. مرد جوان وقتی این صحنه را می‌بیند چاره‌ای ندارد جز اینکه سوزن را بیرون بکشد. به محض اینکه آن را بیرون می‌آورد، لاستیک شروع به خالی شدن از هوا می‌کند و بعد کل ماشین کم کم بادش را از دست می‌دهد و فرو می‌ریزد. ماشین دست دومی که تازه خریده بود کاملاً خراب می‌شود. آن دو نفر متوجه می‌شوند که حتماً مشکلی با این سوزن وجود دارد. برمیگردند و می‌بینند که سوزن به دیوار فرو رفته است. برای اینکه بفهمند چه اتفاقی افتاده، مرد جوان دوباره سوزن را بیرون می‌کشد. ناگهان همان اتفاقی که برای ماشین افتاد، برای کل ساختمان هم رخ می‌دهد و ساختمان مثل یک بادکنک خالی می‌شود. در چند ثانیه تمام ساختمان تبدیل به یک بادکنک بیباد می‌شود. در آن لحظه آنها بالاخره می‌فهمند این سوزن چقدر وحشتناک است و هر کدام می‌خواهد دیگری آن را نگه دارد. در حالی که با هم بحث می‌کنند، یک کلانتر که از آنجا رد می‌شد فکر می‌کند آنها دعوا می‌کنند و برای دستگیریشان جلو می‌آید. اما اتفاقی سوزن کف دست کلانتر را سوراخ می‌کند. وقتی کلانتر می‌خواهد سوزن را بیرون بکشد، آن دو نفر سریع به او هشدار می‌دهند که این کار را نکند. اما کلانتر به حرفشان گوش نمی‌دهد و سوزن را بیرون می‌کشد. قبل از اینکه حتی چند قدم بردارد، تمام بدنش خالی از هوا می‌شود و مثل یک بادکنک شکل انسان در می‌آید. مرد جوان که می‌فهمد باعث یک فاجعه بزرگ شده‌اند، سوزن را برمی‌دارد و آماده فرار می‌شود. ناگهان یک اتوبوس با سرعت به سمت او می‌آید. برای نجات جان خودش مجبور می‌شود سوزن را به سمت اتوبوس بگیرد. به این ترتیب همه افراد داخل اتوبوس یک غذای بسته‌بندی شده رایگان دریافت می‌کنند. آن دو نفر می‌فهمند این سوزن دیگر نباید روی زمین بماند. پس یک بادکنک پیدا می‌کنند، سوزن را به آن می‌بندند و رهایش می‌کنند. امیدوارند بادکنک سوزن را به فضا ببرد. اما ناگهان بادکنک کمی بعد از بلند شدن میترکد و سوزن دوباره پایین میافتد و به زمین برخورد میکند. در همان لحظه کلانتر که نزدیک آنجا بود با یک پمپ هوا داشت دوباره خودش را باد میکرد و اعلام کرد که کاری میکند آنها تا آخر عمرشان در زندان بمانند. آن دو نفر وحشت زده سریع سوزن را برمی‌دارند و فرار میکنند. بعد از چند قدم صدای خارج شدن هوا را از پشت سرشان میشنوند. با ترس متوجه میشوند که زمین دارد به سرعت خالی از هوا میشود و آسمان خراش‌های اطراف هم شروع به لرزیدن و فرو ریختن میکنند. آن دو نفر میفهمند دیگر همه چیز تمام شده است. پس فقط همدیگر را محکم در آغوش میگیرند و منتظر پایان میمانند.